وقتی علم‌الهدا خودش دست به افشاگری میزنه، دیگه نمیشه همه چیز رو فقط یک حادثه ساده دونست. علم‌الهدا گفتنی‌هایی رو گفت که قرار نبود هیچ وقت علنی بشه. چه چیزی در خبرهای رسمی عمدن کنار گذاشته شد؟ برای پاسخ به این پرسش تا ادامه ویدیو همراه من باش. کانال ایتای علم‌الهدا، امام جمعه مشهد و پدرزن ابراهیم رئیسی، رئیس دولت 13 با اعلام اینکه بخشی از خطبه دوم نماز جمعه مشهد این هفته سانسور شده، متن قسمت‌های حذف شده را منتشر کرد. علم‌الهدا در این سخنرانی تاکید کرده که علت مرگ رئیسی سانحه نبوده، بلکه او ترور شده است. کانال ایتای علم‌الهدا یکشنبه 30 آذر 1404 متنی را منتشر کرد که علم‌الهدا در آن با استناد به کتابی که اخیراً منتشر شده، اسرائیل را عامل این ترور دونسته. علم‌الهدا در حالی از ترور ابراهیم رئیسی سخن میگه که در روایت‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله در گزارش‌های ستاد کل نیروهای مسلح از مرگ رئیسی به عنوان یک سانحه یاد شده. علی شمخانی، دبیر پیشین شورای امنیت ملی 20 مهر گفت: ستاد کل نیروهای مسلح تا لحظه آخر با توجه به هیئت‌های بررسی کننده اعلام کرد که هیچ اتفاقی در داخل پرواز رخ نداده است. او تاکید کرد پس از جنگ 12 روزه این سال قوت میگیره که آیا ترور رئیسی میتونه به اسرائیل مرتبط باشه؟ به گفته شمخانی، با توجه به توان فنی بررسی کنندگان، به هیچ نشانی از دخالت خارجی در پرونده کشته شدن رئیسی مشاهده نشده، اما احتمال داره این اتفاقات فراتر از توان ما باشه. محمد صدر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام 1 شهریور در گفتگوی اینترنتی سقوط بالگرد حامل رئیسی رو به اسرائیل نسبت داد و گفت که اسرائیل با هدف قرار دادن رئیسی پیامی عملی به حاکمیت ایران داد. اون گفت همون لحظه که آقای رئیسی رو زدن گفتم این کار اسرائیله، چون در تماس‌هایی که با حزب الله و لبنان داشتم میدونستم که یکی از راه‌های ارسال پیام میان حزب الله و اسرائیل پیام در صحنه عمله، یعنی عملیاتی انجام میدن تا طرف مقابل پیام بگیره. صدر در دولت محمد خاتمی معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه و در دولت حسن روحانی مشاور ارشد محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه بود. او در واکنش به اشاره مجری برنامه به رد دخالت اسرائیل در مرگ رئیسی در گزارش رسمی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: من همه جا بدون استثنا نظرم را گفتم. اسرائیل در صحنه عمل پیام داد که اگر بخواهید ادامه بدید ما هم ادامه خواهیم داد. میثم نیلی، برادر داماد رئیسی، 25 مرداد او را شهید ترور و مبارزه با اسرائیل خواند و با اشاره به مراسم اربعین نوشت: امسال زیارت اربعین بسیاری از مردم به نیابت از شهید مظلوم رئیسی قدم برداشتند. رئیسی که فقط شهید خدمت نبود، شهید مبارزه با اسرائیل، شهید مقاومت و شهید ترور بود. فؤاد ایزدی که به عنوان کارشناس سیاست خارجی در رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران به ویژه صدا و سیما حاضر میشه، پیش از اعلام رسمی مرگ رئیسی در گفتگو با شبکه خبر به حضور صهیونیست‌ها و موساد در جمهوری آذربایجان اشاره و ابراز امیدواری کرد که نهادهای مرتبط این موضوع را بررسی کنند. مجتبی موسوی، برادر مهدی موسوی سرتیم حفاظت ابراهیم رئیسی نیز در گفتگو با وبسایت ایران 214 گفت که برادرش با سفر هیئت دولت به مرز جمهوری آذربایجان کاملا مخالف بود، اما با اصرار دفتر رئیس جمهوری در نهایت به وظیفه ذاتی خود عمل کرد. او همچنین گفت که ابتدا قرار بود هیئت دولت به سیستان و بلوچستان سفر کنه، اما برنامه به طور ناگهانی تغییر کرد و برادرش از اینکه زمان کافی برای بررسی مقصد تازه نداشت خیلی ناراحت بود. موسوی در این مصاحبه به نگرانی برادرش بابت وجود پایگاه اسرائیل تو جمهوری آذربایجان و اشراف اسرائیل به اون منطقه اشاره کرده.
کامران غضنفری نماینده مجلس هم در این باره گفته بود آقایان مصلحت نمیدونن اعلام کنن که آمریکا و اسرائیل با همکاری رژیم علیوف در آذربایجان رئیس جمهور رو به شهادت رساندن و آن را نسبت میدن یه توده ابر متراکم که اونم فقط با هلیکوپتر وسطی کار داشت. پس از اظهارات ستاد کل نیروهای مسلح، جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای هر گونه گمانه‌زنی مبنی بر ترور یا خرابکاری در سقوط بارگرد رئیسی را رد کرد. این بیانیه گمانه‌زنی‌های مورد اشاره را دور از حقیقت گندش. رسانه‌ها اشخاص حقیقی و حقوقی و نمایندگان مجلس را از اظهار نظرهای غیر کارشناسی، احساسی و غیر مسئولانه در مورد این موضوع برحذر داشت و از دستگاه‌های قضایی خواست که برای پیگیری از هر گونه شایعه وارد عمل بشن. به نظر میرسه با گذشت نزدیک به 20 ماه از کشته شدن رئیسی، بخش قابل توجهی از نزدیکان و همفکران اون کماکان بر این باورند که گزارش‌های رسمی جمهوری اسلامی در مورد مرگ رئیسی نه تنها خلاف واقع‌اند، بلکه تلاش می‌کنند آسیب پذیری ارشدترین مقام‌های جمهوری اسلامی در مقابله با اسرائیل رو انکار کنند. مرگ رئیسی باعث خلأ در گزینه‌های بالقوه جانشینی رهبری شد. تا پیش از سانحه تحلیلگران داخلی و خارجی او را از اصلی‌ترین چهره‌های واجد شرایط جانشینی خامنه‌ای دانستند. ایران پس از رئیسی اگرچه از نظر ساختاری همچنان در چارچوب‌های گذشته باقی مونده، اما نشانه‌های شکاف‌های عمیق‌تر در درون ساختار قدرت و میان دولت و ملت آشکارتر از همیشه‌اند. اگه این موضوع برات جالب بود، خوشحال میشم که نظراتت رو در مورد این روایت برام کامنت کنی، ما رو به دوستانتون معرفی کنی، زنگوله رو هم بزنید که از ویدیوی بعدی ما مطلع بشید. هر جا هستید شاد و تندرست باشید. تا روایتی دیگر، بدرود.